به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می کنم خدمت همه دانش آموزای عزیزم که امسال دارم میام پایه 6. میخوایم یه مروری روی مطالب پایه 5 داشته باشیم. چه مطالبی؟ مطالبی که ما تو 6 هم ازش استفاده میکنیم، مثل تغییرات مواد که خیلی کاربرد داره برامون. بچه یه مختصری توضیح میدم براتون ببینین قضیه از چه قراره. ماده چیه؟ به تمام چیزایی که اطراف ما قرار داره میگیم ماده. میز، نیمکت، مداد، خودکار، آب، همه اینا میشه ماده. همه مواد جرم دارن و فضا اشغال میکنن، یعنی حجم دارن. این میشه ویژگی های کلی مواد. درست شد؟ ما 3 حالت ماده داریم: گاز، مایع، جامد. درسته؟ اما بچه جرم چیه؟ به مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم میگن جرم جسم. واحد اندازه‌گیری جرم چیه؟ کیلوگرم، که گاهی اوقات با گرم هم نشون میدم، مثلا 2 کیلوگرم، 1 کیلوگرم. هر کیلوگرم بچه‌ها 1000 گرمه. هر کیلوگرم 1000 گرمه و ما میتونیم بگیم 2 گرم، 3 گرم، 4 گرم، 4000 گرم که برابر با 4 کیلوگرمه. حجم چیه؟ به مقدار فضایی که یک جسم اشغال میکنه میگن حجم اون جسم. واحد اندازه‌گیری حجم لیتر و میلی لیتر. البته سی هم میگن، متر مکعب میگن، سانتی متر مکعب میگن که اینو توی فصل کارخانه کاغذسازیتون و سرگذشت دفتر من اینا رو من دونه دونه تمام تبدیل واحداشو براتون توضیح میدم. فعلا در همین حد دوره کنیم. اما حالتهای ماده بچه‌ها، حالتهای ماده رو ما میدونیم جامد، مایع و گاز هستش. توی حالت جامد ذره ها و مولکول های ماده دوست دارن در کنار هم قرار بگیرن و در جای ثابتی کنار هم هستن، یعنی نمیتونن خیلی تکون بخورن. توی مایع انگار که دست همو گرفته باشیم بدویم بازی کنیم. یه جای مشخصی هست ولی میتونن آزادانه حرکت کنن و توی گاز کاملا پراکندن. اما تبدیل حالتهای ماده رو بدونیم برای اینکه توی قسمت بعدی یاد بگیریم که چه تغییراتی خواهیم داشت. ببینیم بچه ها، وقتی مایع به گاز تبدیل میشه، مثلا یک کتری رو میذاریم بجوشه، بهش میگیم تبخیر. وقتی گاز به مایع تبدیل میشه بهش میگیم میعان. وقتی مایع مثلا یه آبو میذاریم، یه لیوان آبو میریزیم توی یه ظرف میذاریم تو فریزر، منجمد میشه. درسته؟ بهش میگن انجماد. و وقتی یه مقدار یخ رو میذاریم بیرون توی دمای محیط ذوب میشه. درسته؟ پس میگیم پدیده ذوب. وقتی یک جامد مستقیم به گاز تبدیل میشه، مثل بلورهای نفتالین، بهش میگن تصعید. و وقتی گاز مستقیم تبدیل به جامد میشه بهش میگن چگالش. این چگالش رو ما کی داریم؟ وقتی که بخار آب مستقیما تبدیل به برف بشه و بباره. تا اینجا ماجرا رو داشته باشید تا بعد قسمت بعدی بریم سراغ بقیهش. فعلا خسته نباشید.